فرمان خشک کردن خوزستان اینجا در این اتاق صادر شد. شورای عالی امنیت ملی 1389. ما در دهه 80 یک اتفاقی افتاد و این بود که تمام شرکت‌های ژاپنی و پروژه‌های نفتی رو اومدن ممنوعیت دادن و شرکت‌های چینی وارد عمل شدن. اون اتفاق ناگوار برمیگرده به مجوزی که سال 89 داده شد که اینها در محیط غیر آبی کار میکنن. محیط غیر آبی یعنی هورالعظیم را خشک کنیم تا چینی ها نفت استخراج کنند. در اون مقطع یک مجوزی رو تونستن از یکی از شوراهای بالادستی امنیتی بگیرن که این اجازه رو بهشون بده که محیط زیست کاملا مخالف بود. و سندی دیگر از رابطه نفت و هور و تشنگی خوزستان. ما تو پروژه‌های نفتی که تو خوزستان ایجاد کردیم خطاهای بزرگ داشتیم. ما تصورم بر این بوده که با ایجاد این پروژه‌های نفتی بدون ملاحظات زیست محیطی میتونیم ایجاد اشتغال بکنیم. برای همین مجوزهایی هم که امروز مسئولین محیط زیست در این چند هفته اخیر اعلام کردن در واقع مسببه هاش هیچگاه از سازمان محیط زیست کشور نداشت و از شوراهای بالادستی رفتن این مجوز رو گرفتن که تالاب هورالعظیم رو خشک بکنن، هورالعظیم رو بخشش رو خشک بکنن تا بتونن پروژه‌های نفتی رو با قیمت پایینتر ایجاد بکنن. حتی آیا میدانستید در ماجرای سیل خوزستان هم برای اینکه این پروژه های نفتی خدای نکرده آسیب نبینند از ورود آب به این حوزه ها جلوگیری شد؟ ما حتی در آخرین سیلی که در خوزستان رخ داد به خاطر این که میخواستیم پروژه های نفتیمون رو حفظ بکنیم از ورود آب به خیلی از این حوزه ها جلوگیری کرد. اینها اسنادی است که پس از 10 دهه رو می شود. با خوزستان چه کردید؟